شخصیت امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه ما یک سمستر کامل در ماستری خواندیم. یک سمستر شخصیت از رو کاملا خواندیم. وقتی که شخصیت از رو بخوانی آنقدر او تواضع و اخلاص داشت که حتی وقتی که اجتهاد میکرد باز بر شاگردای خود میگفت که ما خود اجتهاد کردیم، اذا صح الحدیث فهو مذهب. وقتی که حدیث صحیح یافتیم، چرا که صحابه کلش من ندیدیم، ملاقات نکردیم. امام صاحب در کجا بود؟ در کوفه بود. دیگه صحابه در کجا بودن؟ یک تعدادش در کوفه بودن، یک تعدادش در مدینه بودن، یک تعدادش در مکه بودن، یک تعدادش حتی در خراسان افغانستان آمده بودن، یک تعدادش مثلا رفته بودن در مصر بودن، یک تعدادش در شام بودن، در فلسطین بودن، در سوریه، در این منطقه. پس امام صاحب گفت که او احادیثی که بر ما رسیده ما او را گرفتیم، از او استفاده کردیم. او احادیثی که پیش ما تصحیح شده لکن پسان امو حدیث بر ما راوی رسیده ما فکر کردیم صحیح هست. تو حدیث صحیح دیگر را یافتی، این ضعیف بود. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. و اگر ما اجتهاد کردیم بر ما حدیث نرسیده، ما اجتهاد کردیم، وقتی که حدیث آمد اذا صح الحدیث فهو مذهبی. مثلا من بر شما میگم، شما از پیش یک سوال میکنید، میگه استاد این مسئله چطور حساب میشه؟ من براتون میگم والله به نظر من که میبینم اینی گپ اینی قسم میشه. جمعه آینده یک کس من میگه استاد ما سیدی تو رو شنیدم، خود این تو اجتهاد کرده بودی در صحیح البخاری در صفحه چند حدیث چند حدیث آمدم مخالف آن چی که تو اجتهاد کردی. من برای چی میگم؟ نمیشه حدیث ترک و گپ مرا بگی. اگه من این گپ بزنم من گمراه هستم. من چی میگم اذا صح الحدیث، اونو حدیث سید رسول الله صلی الله علیه و سلم که وحی است از جانب الله. و اخلاصی که ما داریم، اخلاص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و میلیون ها درجه از اخلاص ما کرده چی بود؟ بلندتر بود و رتبهشان بلند بود و مقامشان بلند بود. او تابعی بود، ما تابعی نیستیم. او در خیر القرون واقع است، ما در شر القرون واقع هستیم. در وقت واقع هستیم که همو سرکسایی که اعتبار میکنیم که این بسیار خوب آدم است، پیش از او چه میگیم دیگر میگیم خود از او 16 جای پنچری داره. حدیث بر ما غلط ترجمه میکنه، آیت بر ما غلط ترجمه میکنه، آیت حدیث به نفع کفار ترجمه میکنه. تولا عوضی که تولا به مسلمان ها بکنه و تبرع از کفار بکنه، تولا با کی میکنه؟ دوستی با کی میکنه؟ با کفار و دشمنی. ما خدای نی حاصل قرار کنیم. بسیار فتنه ما چی هست؟ از فتنه های خطا میکنه. اونا خب در عصری بودن که اکثریت کامل از اونا اگر 2 منافق بود 98% مردم چی بودن؟ مخلص با ایمان. حالا در وقت ما کس چی است؟ برعکس. اگر 2 مخلص میفی 98 تا منافق. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما و شما الحمدلله شکر بکنیم الله سبحانه و تعالی را که بر ما توفیق داد که امروز بخیر 50مین درس از درس‌های عقیده را می‌خوانیم. و در هفته گذشته ما و شما چند هفته سر موضوع توسل و وسیله درس‌های ما بود و در هفته قبلی ما و شما قسم 4 توسل که بود که زیاد گفتیم موضوع جنجالی هست و این جنجال هم کسایی ایجاد کردن. والله ما بعض اوقات که یگان تا رساله یا یگان کتاب کسی که در این موضوع نوشته کردن، الله توفیق نصیب بکنه آدم که آدم از این تعصب برایه. بعضی کسا رو دیدم یگان چیزی که نوشته کردن یعنی آدم تعجب میکنه. اون روز یک کتاب میخواندم در سر توسل بود. من دیدم که همین شخص از یک عالم از یک مفسر یک قسمت گپش گرفته، یک قسمت گپش قطع کرده. اما گپی که او گفته که به نفعی است امو را گرفته، باز او که شرط گذاشته، او گفته اگر انسان توسل میکنه به اشخاص یا استغاثه میکنه، باز او گفته به شرطی که گفته این مشکل نیست، به شرطی که انسان زنده باشه. مثلا پیش کس زنده هست، پدرت زنده است، مادرت زنده است، عالم زنده هست، یک شیخ
یک آدم خوب زنده هست، برش میری بر من دعا بکو. این امی شرطش ایش ذکر نکرده. اما جمله اولش گرفته، جمله دومش گرفته که این سب مفسر انت میگه. والا ما کمون رسایی کردم بیخیه تو تعجب کردم. انشالله اگر چیز شد که دام وقت ما پروژکتور میارم و کتابم براتون میارم که سیل کنین و اون قسمت را گرفتم سیل کنین و ببینین که یعنی یک کسی که میخواد در گمراهی بره و کسی را که الله هدایت نکنه حتی برای اون گمراهی خود چیزای عجیب و غریب پیدا میکنه. به هر صورت ما و شما سر از این بحث کردیم که لفظ توسل که است که حال توسل به اشخاص میگن یا ذوات فاضله میگن، گفتیم که تقریبا چند قسم است. قسم اولشی بود که توسل به اطاعت مثلا از ذوات فاضله یا شخصیت های بزرگی است، مثلا خود شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اول قسمش توسل به اطاعت است. مثلا ما اطاعت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اطاعتش یک وسیله هست بر نجات. از رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا عقیدت مطابق عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنی، اعمالت مطابق اعمال رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنی، تقسیم اوقات 24 ساعته تا مثل تقسیم اوقات 24 ساعته رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنی، اخلاقت مثل اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنی. دیگه هیچ کس اختلاف نداره که به اطاعت و پیروی و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم انسان وقتی که کارا را میکنه میگه پروردگار من رسولت دوست دارم و اطاعت ازی میکنم. اینمی تا اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم خودش وسیله هست برای نجات انسان در آخرت. این یک قسمش است که ما و شما در هفته‌های قبلی خواندیم و چیکیم. دوم قسم توسل به دعا و شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که مثلا یک صحابی مبارک می آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش میگفت رسول الله بر ما دعا بکو که من این مشکل دارم، باران نمیشه، دعا کو بر ما، این مشکل دارم، این مریض هستم. و رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان دعا میکرد و این هم ما شما در هفته گذشته مثالایش خواندیم. و در قسمت همون نابینا را که من مثال شکر تو مولوی سے برتان بیان کردم که مثلا نابینا آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم که بر ما دعا بکن. و مثال دیگه از هفته گذشته ای است که در حدیث شریف آمده. خوب امی فهم حدیث و محتوای حدیث که آدم یک کمک سر از او فکر بکنه اما حق بر انسان آشکار میشه. در زمان عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که قحطی شد در خلافت آمدن، عمر رضی الله تعالی عنه سعی کنین از کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم که حضرت عباس رضی الله تعالی عنه بود از این تقاضا کرد که بیان تو دعا کن ما آمین میگیم. و عمر رضی الله عنه خودش چه قسم دعا کرده، متن حدیث چطور است؟ عمر رضی الله عنه گفته که اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبینا، پروردگارا ما در سابق که رسول الله صلی الله علیه و زنده بود ما توسل میکردیم به دعایی که پیغمبر ما، یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و زنده بود در وقت زندگیش رسول الله صلی الله علیه و دعا میکرد، بالاخره ما میرفتیم به رسول الله صلی الله علیه و میگفتیم بر ما دعا بکن. ما توسل به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردیم در وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود. خب اللهم ای پروردگارا انا كنا نتوسل الیک بنبینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا. باز میگه آل ما پروردگارا توسل میکنیم به کاکای پیغمبر ما که عباس رضی الله تعالی عنه است، پروردگارا بر ما باران نازل کن. بعضی از کسایی که با اعتقادات غلط میخواین حدیث غلط ترجمه بکنن میگه اینه در حدیث شریف حضرت عمر رضی الله تعالی عنه توسل به رسول الله صلی الله علیه و میکرد، اینه توسل به عباس رضی الله تعالی عنه کرد. اینجا باید یک سوال خواهی شود. میگه ما خواهی میریم در قبر پیغمبر یا در قبر یک ولی یا در قبر یک شخصیت خوب، یک دوست الله و توسل میکنیم. اینی حدیث دلیل میگیرن بر رفتن به کجا؟ به قبرستان و از صاحب از او قبر توسل کردن. خی از نگاه
عقلی و متن حدیث که بر ما میرسانم، یک سوال میکنیم که عباس رضی الله تعالی عنه رتبهش بلند است یا از رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ جزاکم الله خیر. در هیچ کس اختلاف نداره که رتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم او پیغمبر بود، او پیغمبر اولوالعزم بود و عباس اگرچه کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و یک صحابی بود و رتبه پیغمبر از صحابی که بلند است. پس چرا عمر رضی الله تعالی عنه عباس خواست؟ اینجا سوال پیدا میشه. چرا حضرت عباس خواست؟ چرا نرفتن به قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که این ما در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم به رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل میکردیم، حالا در قبرش میریم خلاص دیگه چی ضرورت است به عباس بریم؟ آنچه که یا استنباط میکنه او عقیده عمر رضی الله تعالی عنه نبود. عقیده عمر رضی الله تعالی عنه و عقیده صحابه کرام مهاجرین انصار ای بود که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود او برشان دعا میکرد و یا توسل میکردن به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم. آل رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرده، کی زنده هست؟ عباس زنده هست. پس دلیل برای چی شد؟ برای این شد که ما پیش قبر بریم یا دلیل شد برای این که پیش زنده بریم که زنده دعا بکنه؟ پیش زنده بریم دعا بکنه. چرا اگر توسل به قبر می بود یا نمی رفتن پیش حضرت عباس؟ چرا که رتبه عباس از رسول الله صلی الله علیه و سلم چی است؟ پایین تر است. لکن یا چرا پیش عباس رفتن؟ چون رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کرده بود. حالا کی برشون دعا باید بکنه؟ کسی که زنده هست. و کی زنده هست حالا فعلا؟ عباس رضی الله عنه. و متن حدیث امی قسم است. اللهم، خوب دقیق شوین، اللهم انا كنا نتوسل الیک بنبینا. پروردگار ما توسل میکردیم به کی؟ به نبی ما که رسول الله صلی الله علیه و سلم است. فتسقینا، پس تو باران میکردی. یعنی وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود رسول الله دعا میکرد، صحابه کرام هم دعا میکردن، پس به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتن ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو دعا بکن، و دعا میکرد و باران میشد. پس عمر رضی الله عنه که پروردگار وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده بود و ما میرفتیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفتیم که برای ما دعا بکن، او دعا میکرد، چی میشد؟ سر ما باران میبارید. و اینا نتوسل الیک بعم نبینا. حالا که عمر رضی الله عنه خلیفه هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم رحلت کرده، در خلافت از کی زنده هست؟ از شخصیت های با تقوا و خوبی که چیز کنه، کاکای رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس امروز این به این صحابی جلیل قدر که عم دوست کاکای تو است، ما با دعای حزین چی میکنیم؟ فسقنا، پس بالای ما باران ببارن. ایناله در این هیچ شک نیست که توسل با دعای یک شخص صالح، از پیغمبر باشه، صحابی باشه، تابعی باشه، تبع تابعی باشه، کدام ولی از اولیاء الله باشه، عالم از علما باشه، متقی از انسانای با تقوا باشه، حافظ قرآن باشه، یک شخصیت باشه، اون خلاص برش میگه. من میرم پیش آیه صاحب بریالای برش میگم آیه صاحب برام یک دعا بکن، من یک مشکل دارم. یک کسی برام من زنگ میزنه میگه استاد من یک مشکل دارم، همین برادرایی که در حلقه درس است برشون بگو که برام دعا بکنن که الله توسط دعای از اینا که شاگردای هستن که در حلقه درس عقیده میشینن و در درس عقیده رحمت الله نازل میشه، سر از اینا رحمت الله هست، برای ما هم دعا بکنن. پس کل ما دست خدا بالا میکنیم، برای از شخص دعا میکنیم، هیچ مشکل نداره. اینمی هم یکی از ابواب توسل به ذوات فاضله هست، لکن با دعای از او در زندگیش. و این حدیث دلیل از این هست. قسم سوم که است توسل، که یعنی توسل به اطاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اطاعت صحابه و اطاعت تابعین و اطاعت تبع تابعین و اطاعت علما و اطاعت اولیاء الله که مطابق منهج از اونا اطاعت بکنی، این کلش متفقن علیه، هیچ مشکل نیست. قسم دوم توسل به دعای نبی صلی الله علیه و سلم، توسل به دعای صحابه کرام، توسل به دعای تابعین و تبع تابعین و دیگه علما و اولیاء الله که زنده باشن، دیگه هیچ مشکل نیست. پس این دو قسم از اقسام توسل به ذوات فاضله هست که دیگه کلگی ما موافق هستیم و عقیده است. و این عقیده خود از اونمو قرآن عظیم شان و سنت رسول الله صلی الله علیه و عمل کرده صحابه کرام گرفتیم. قسم سوم توسل به این است که قسم دادن و سوال کردن به الله، قسم میتی که خدای من تو را قسم میتم به ذات پیغمبر، اینی خطرناک است.
سرتوب العیاذ بالله پیغمبر حق داره بالای تو، فلانی حق داره، فلانی ولی حق داره، به حق از او من تو را قسم میتم و به حق از او سر من رحم بکن و به حق از او چیز کن. این حال تو چطور میتونی حتی مثلا به نام پیغمبر قسم خوردن نمیتونی؟ تو چطور میخیزی الله را به نام پیغمبر چی میکنی؟ قسم میتی. مخلوق قسم دادن نمیتونی دیگه، مخلوقات دیگه تو ذات خالق متعال به این قسم میتی. از این خاطر اینی موضوعی است که بعضی از اشخاص میخواین که اینه میره به حق فلان و به قبر فلان و با مرده فلان. او خب فوت کرده رفته، رابطهش با دنیا قطع شد. اگر رابطهش با دنیا قطع نباشه، عمو ولی از اولیاء الله چرا نمیخواد جهاد نمیکنه؟ چرا رسول الله صلی الله علیه و آله اگر زنده هست در این دنیا چرا نمیخیزه مثلا رهبریت جهاد به دست خود نمیگه رهبریت جهان اسلامه؟ چون رسول الله صلی الله علیه و آله بل احیاء عند ربهم یرزقون، اینا زنده هستن پیش پروردگارشان در او عالم، اما رابطهشان با این عالمی که ما زندگی میکنیم، رابطه شهید، رابطه کلگی قطع شده است. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله در سن 63 سالگی از این دنیا رحلت کرد به دنیای دیگه. در اونجا رزق میخوره، در جنت هستن، در مقام عالی هستن، اما در این دنیا رابطهش قطع شد. از اون خاطر مردم خیسن به عوض رسول الله صلی الله علیه و آله خلیفه ابوبکر صدیق گرفتن. این یک چیز واقعی هست و این چیز قرآنی رو تایید میکنه و آدم نباید تو احساساتی برخورد کنه که والله شما پیغمبر هم میگین مرده. بله پیغمبر کل نفس ذائقه الموت، هر مخلوق صاحب نفس مزه مرگ میچشه، حتی ملائکه، حتی تا جبریل و میکائیل. کل شیء هالک الا وجهه، کلگی هلاک میشن به غیر از خالق متعال. او خالق است دیگه، مخلوقات کلشون. اینا وقتی که اینا میمورن انک میتون در قرآن میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله تو میموری، پس او آیات قرآن است. ما آیات قرآن قبول باید داشته باشیم، احساساتی برخورد نکنیم. لکن در آیت دیگه خیمه که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، کسایی که در راه الله یعنی در جهاد فی سبیل الله شهید میشن بر از اونها مرده ها نگوین. باز خود قرآن تفسیر میکنه چی میگه؟ بل احیاء عند ربهم یرزقون. سعی کن بل احیاء در اینجا نه، عند ربهم به نزد پروردگارشان، در مقام عالی که به این دنیا ارتباط نداره، اون مقامش از این دنیا که عالی تر است، بلندتر است، در اونجا زنده هستن و رزق میخورن. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین. پس اردو آیت جور آمد نامد. اگر بگویم که نه پیغمبر در این دنیا زنده هست، پس چندین آیت قرآنی که میگه پیغمبر فوت کرده چی میشه؟ و با سر شخصیت پیغمبر انتقاد وارد میشه که پیغمبر که در دنیا زنده هست چرا پیغمبر نمیخیزه در کل مشکلات که مردم؟ نمیگیم از این دنیا رابطه پیغمبر صلی الله علیه و آله با رفتنش وظیفهش تکمیل شد. الیوم اکملت لکم، وقتی که اذا جاء نصر الله والفتح آمد، صحابه گفتن این فتح و نصرت و کامیابی می. یک صحابی مبارک گریه کرد، پرسان کردن تو چرا گریه میکنی؟ گفت از این سوره مبارک اوتو استنباط میشه که رسالت رسول الله تکمیل شده، رسول الله صلی الله علیه و آله رحلت میکنه. متوجه هستی؟ پس رسول الله صلی الله علیه و رسالتش تکمیل شد، از این دنیا رفت، خلاص. اینا قسم اینمی توسل وقتی که میکنن که ما توسل به قبر میکنیم، توسل به میریم پیش یک صاحب قبر و بر الله میگیم که به حق فلان و او را قسم دادن است. اینجا میگه یعنی توسل با قسم دادن و سوال نبودن به ذات رسول الله صلی الله علیه و آله. اینی موضوعی است که ایره قرآن و سنت و علمایی که در این باره علمای عقیده هستن ایره چی کردن؟ میگه که این درست نیست به این شکل توسل. مثلا صاحب تفسیر المنار، صاحب تفسیر المنار چی میگه؟ نوشته میکنه، میگه التوسل به بمعنى الاقسام علی الله بذاته، میگه او توسله که به معنای قسم دادن است به الله، به ذات پیغمبر یا به ذات یا به شخص به یک شخص از اشخاص خوب. فهذا هو الذي لم تكن الصحابه يفعلونه. این مفسر قرآن میگه این قسم میگه صحابه کرام نمیکردن که تو الله را قسم بدی به ذات پیغمبر، ای پروردگارا به حق پیغمبر، ای به حق فلانی، ای پروردگارا به حق شهدا، ای پروردگارا تو را قسم میدیم به حق اولیاء الله.
این عالم چی میگن؟ میگه التوسل به بمعنى الاقسام به علی الله بذاته فهذا، میگه این نوع هو الذي او توسل است که لم تکن الصحابه یفعلونه، که این صحابه کرام نمیکردن فی الاستسقاء و نحوه، در استسقاء طلب باران و در امثالش، لا فی حیاته ولا بعد مماته. نه امی کلماته که قسم بتن الله را به ذات از نه در زندگی پیغمبری کار میکردن صحابه کرام و نه هم بعد از مرگش. لا عند قبره ولا غیر قبره، نه در نزد قبرش کار کردن و نه در دورتر از قبرش کدام جای دیگه. ولا يعرف هذا في شيء من الادعیه المشهوره بینهم، میگه در بین دعاهایی که از صحابه کرام مشهور است ات یک چیز نامده. خب و انما ينقل، خیلی صاحب تفسیر المنار چی میگه؟ میگه و انما ينقل شيء من ذلك، میگه بله بعضی از این چیزا نقل شده فی احادیث ضعیفه، در احادیث ضعیف. احادیث ضعیف چی معنی؟ یک حدیث است، یک کسی پیشتو میگه که مولوی صاحب عابد اتو گفت، یک کسی دیگه میگه، کسایی که به مولوی صاحب عابد نزدیک هستن و میشناسن میگه نه ما از زبان مولوی صاحب نشیم، یک سخن ضعیف است، گپ قوی نیست، این خبر موثق نیست. پس یه عالم میگه که وقتی که توسل به ذات و توسل به حق و این کلمات آمده، میگه در عمل صحابه و اونا نامده، نه در زندگیش کار کردن، نه بعد از مرگش کردن، نه در پیش قبرش کردن، نه در پیش خانش کردن، در این جای کار نکردن. اما میگه خیلی از کجا پیدا شد؟ میگه این نقل شده من ذلك فی احادیث ضعیفه مرفوعه و موقوفه، میگه در بعض احادیث ضعیفه که به پیغمبر صلی نسبت داده شده یا به صحابه چیزا، او عمن لیس قوله حجه، یا میگه از کسای نقل شده که سخنای از اونا سند شده نمیتونه. کتابایی رو که سند میتونه، میگه در یک کتاب مثلا دویدن شاگردان در باغ میدان، دویدن شاگردان در باغ میدان، از این کتاب تو حدیث نقل میکنی؟ تنبیه الغافلین، تثقیف العالمین، در الچتورکایی، کلمات جور کردن، سیف المقلدین، نه سیف المقلدین نه کتابا نه یه چیز است. اگر تو مثلا امی قوله میگی ما این موضوع عقیدتی است، موضوع عقیدتی توقیفی است، وقتی که توقیف است آنچه که در قرآن و سنت آمده بر ما بگو در آیت نمبر چندی قرآن عظیم الشان سوره فلانی آیت چند، بگو در حدیث صحیح بخاری نمبر اقدر، بگو در حدیث صحیح مسلم در این شمارش، بگو که حدیث ابو داود اینی حدیث و این تصحیح کرده و گفته حدیث صحیح فلان 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 عالم. این قاعده علمی اکادمیک تخصصی علما اینو قسم میکنه. من مثلا وقتی کتاب نوشته میکنم و کتابم در پوانتون در شورا میره، اول که استاد که تحقیق میکنه زیر حدیث خط میکشه، این حدیث در کدام کتاب است؟ باید در کتاب‌های صحیح مشهور که در نزد علما در طول 14 قرن پذیرفته شده. اما یک کتاب یک کس نوشته کرده پشت مسجد پلوخشی دانه 50 55 فروخته میره و تو باز از او چی میکنی؟ حدیث گرفته و چی هست؟ اولی کتاب مشکوک است، دوم راویش مشکوک است، سومش سخنش مشکوک است. این در این کتابا هست و متاسفانه این هم تو کتابا را آدرس داده بود، آدرس داده فلانی میگه فلانی میگه فلانی میگه، یا این رو آدرس میدن یا یک کار دیگه بسیار خوب پیدا کردن خو دیدیم. امی هر کسی که سر خو زیاد اعتماد کرد پیش هر کسی که رفتی ولو که مولویان بود نه پیش که رفتی برتگان گپ میزنه، باز میگه برو، باز شب شیطاناش میه، باز صبح میگه که چی خو دیدی؟ باز صاحب قسم میکنه که شب ات خو دیدم، یک باغ خو دیدم، یک آدم خوب نورانی را خو دیدم، آمد از دستم گرفت دایی داره برده. همین آدم نورانی کی است که تو خو دیدی؟ حالا اکثر در افغانستان بری که در یک جای زیارت جور کردن، میگی زیارت کی هستن؟ والا صاحب یک دوست خدا خو دید که میگه حضرت علی آمد تخت خدا مانده. او انا صاحب اون تخت حضرت علی چی جور شده؟
یک زیارت کلان زدن که بری که هیچ چیز نیست، بری که هیچ چیز نیست، کلش خو است یا احادیث ضعیف است و یا اینو میخواد. از این خاطر صاحب تفسیر منار میگه که دی باره ما چیز را ندیدیم. یه عالم است، محقق است، تفسیر چندین جلد نوشته کرده و تفسیرش معتبر است. سپس چی میگه؟ میگه هذا هو الذي قال ابو حنیفه و اصحابه. همین گپ است. میگه این اونمون سخن است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و اصحاب امام ابو حنیفه که امام محمد رحمه الله است و امام زفر رحمه الله است، ابو یوسف رحمه الله است، میگه اینمی سخن است که اونا هم گفتن. و چی گفتن؟ انه لا یجوز. یا چی گفتن؟ که این قسم توسل جایز و نهوا عنه، و از این چی کردن؟ منع کردن. حیث قالو، میگه علمای احناف و اصحاب امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه چی گفتن؟ یا چی گفتن؟ میگه امام صاحب ابو حنیفه و شاگردای چی میگن؟ لا یسألو بمخلوق، بنام مخلوق از الله سوال نمیشه. خب ولا یقول احد، و نمیگه یک کسی اسألوک بحق انبیائک، که پروردگارا من تو را سوال میکنم به حق کی؟ پیغمبران. اینو میگه نمیگه. قال ابو الحسن القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الكرخي في باب الكراهة، وقد ذكر هذا غير واحد من اصحاب ابي حنيفه. میگه این ذکر کرده بیشتر از یک نفر از اصحاب ابو حنیفه رحمت الله. قال بشر بن ولید حدثنا ابو یوسف قال، میگه ابو یوسف بر ما گفت، قال ابو حنیفه، میگه گفت امام ابو حنیفه رحمه الله، لا ينبغي شایسته نیست، لا ينبغي لاحد شایسته نیست برای یک کسی ان يدعو الله الا به، که دعا بکنه به الله مگر به ذات الله. پس بگو اللهم ربنا، الهی به عزتت، الهی به جلالت، الهی به عظمتت، الهی به ای که تو غفور هستی، الهی به ای که تو رحیم هستی. الله را دعا میکنی به ذات خود الله بکو، به صفات الله بکو، به نامهای الله بکو. آل از ذات الله، از صفات الله، از نامهای الله چی بدیدی خاره؟ خدا هدایتت کنه که تو میری او را به مخلوق سوال میکنی. از خالق سوال کو به نام و به صفات و به اسمای خود خالق. مثل که پیغمبرها میگن اللهم ربنا آتنا، دعای قرآن، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه، ربنا ظلمنا انفسنا. اینا این قسم چی میگن؟ از این خاطر میگه قال ابو حنیفه رحمه الله لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به، و اکره ان یقول بمعاقد العز من عرشک او بحق خلقک. میگه امام صاحب میگه که من اکره، زشت میبینم در عقیده وقتی که یک چیز زشت دیده میشه و چیز خوب نیست، حرام است، ناروا است. او بحق خلقک، یا که بگم به حق خلقت. و هو قول ابی یوسف، قال ابی یوسف بمقعد العز من عرشه هو الله. میگه وقتی که میگه که ما به مقعد عز از عرش الله، میگه منظورش اونجا الله هست. این درست است. فلا اکره و اکره، و امام ابو یوسف صاحب میگه و اکره ان یقول به حق فلان. پس امام ابو حنیفه صاحب این دعایی که کس دعا بکنه توسل بکنه به حق فلان، به حق فلان پیغمبر، به حق فلان ولی، به حق فلان نبی، به حق فلان شخص، این هم امام صاحب ابو یوسف میگه که من هم به حق فلان او به حق انبیائک و رسولک، میگه اینو من مکروه میدونم. یا به کسی بگه و به حق البیت الحرام، یا بگه که من پروردگار به حق بیت الله شریف، میگه او هم مخلوق از بیت الله. والمشعر الحرام، و به حق مشعر الحرام، میگه او هم مخلوق است. صحیح کنین کلش از ذکر کردن. قال القدوری، صاحب قدوری چی میگه؟ المسألة بحقه لا تجوز. میگه سعی که چون خوب یک قاعده میته، این علمای این احناف در کتابش دلایل شال میکنن، میگه سوال کردن به حق اینمی مخلوقات جایز نیست. چرا؟ میگه لانه لا حق للخلق على خالق، مخلوق با خالق حق نداره. کلمه برای هر کس العیاذ بالله چیز بگن. خب
علی الخالق فلا تجوز وفاقا. پس این صاحب قدوری میگه که وفاقا اتفاقا ایگب جایز نیست که به حق فلان میگه. و هذا الذي قاله ابو حنیفه و اصحابه من ان الله لا يسأل بمخلوق. میگه امی سخن اینه که سعی کوی این علمای قدر علمای دقیق سبحان الله که آدم کتابایش نمیبینه از که اخلاص زیاد دارن تو کوشش نمیکنن که در یک جمله آدم اعلام بده خوب موضوع رو بر چی میکنن، مثل که یک چیز پرزه بعد بیان میکنه، پرزگی بیان میکنه که خوب سرت خلاص شوه. بعضی اوقات آدم جملات از اینا خو یا قوی هستن احیانا آدم صحیح درک کردن نمیتونه، باز خودشان به اساس اخلاص خود خوبی رو چی میکنن تشریح میکنن. مثل که یک نفر موتر ببری پیش خوبم تو بعد پیش روید پرزه کنه بگی این پرزه یک شست این پرزه شست، یا هم اینمی احکام کلش هم تو پرزه پیش روید میمونه تا کیش سان. خب قال القدوري المسألة بحقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا. وهذا الذي قاله ابو حنیفه و اصحابه من ان الله، میگی سخنی که ابو حنیفه و اصحابش گفتن من ان الله لا يسأل بمخلوق، که الله به مخلوق سوال نمیشه، له معنی، یعنی میگی دو معنا داره. احدهما هو موافق لسائر الائمه الذين يمنعون ان يقسم احد بالمخلوق. اولش میگه چی است که تمام علما منع میکنن، کل علما، که کسی الله را به نام مخلوق قسم بده. فانه اذا منع ان يقسم على مخلوق بمخلوق، وقتی که میگه یک کسی مخلوق به مخلوق قسم داده نمیتونه، تو نمیتونی یک مخلوق به این مخلوق دیگه قسم بدی، میگه این ناروا هست. فلا يمنع ان يقسم على الخالق بمخلوق اولا و احرا. پس چطور امکان داره میگی اولاتر است که انسان خالق به مخلوق قسم بده؟ تو مخلوق به مخلوق قسم دادن نمیتونی، چطور میخیزی خالق به میفهمین؟ واضح است این موضوع، سخت خو نیست، میفهمین؟ خب میگه پس مخلوق چطور؟ خب و احرا و هذا بخلاف اقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذکر آیاته داله على قدرته. او میگه بخلاف از که خود الله به مخلوقاتش قسم میخوره و تین و زیتون یا مثلا واللیل اذا یغشی، او میگه او دلالت به چی میکنه؟ به دلایل قدرت الله میکنه و حکمتش و وحدانیتش، ما یحسن معه اقسامه. بخلاف المخلوق فإن اقسامه بالمخلوقات شرک بخالقها. اما اگر یک نفر مخلوق یک کس مثلا اگر این میخوده و دیگر مثلا یک نفر میخوده میگه تو را قسم میتونم به سر فلانی، تو را قسم میتونم به پیغمبر، تو را قسم میتونم به فلانی، میگه این شرک است به الله سبحانه و تعالی. كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد اشرك. خب این بود سخنای عالم. در فتاوای هندی چی میگن؟ فتاوای هندی که است یکی از کتابای معتبر احناف است و ما در هفته‌های قبلی هم براتون گفتم که علمای احناف یکی مسائل فقهی هست، در مسائل فقهی و اجتهادی. طبعا در اجتهادات یک کسی که اجتهاد میکنه در مسائل فقهی مصیب و مخطئ هست، اما فقهای اهل سنت کلشان در عقیدهشان یکی بود. از این خاطر بهترین کتابا در فقه که مثلا میبینید که کتابای فقهای احناف است، وقتی که بحث کردن در این مسائل بسیار دقیق. مثلا در فتاوای هندی که از فتاوای علمای احناف است چی میگن؟ و یکره ان یقول فی دعایه بحق فلان، و مکروه هست. و مکروه را شما در باب عقیده باز از علما پرسان کنین، یکی مکروه در باب فقه هست، صحیح؟ اینال یکی مکروه در عقیده هست. وقتی که مکروه در چی میگن؟ در فقه میگن مکروه واقع میشه در مقابل چی؟ در مقابل حرام. یعنی یک چیز حرام است مطلقاً، یک چیز 100% حرام نیست، اینو چی میگن؟ مکروه هست، یعنی خوب نیست. اما مکروه در عقیده بسیار خطرناک است. باب عقیده گفتن که اینی مکروه هست، معنیش که اینمی خودش حرام است و ناروا. و یکره ان یقول فی دعایه بحق فلان، و مکروه هست که در دعای خود بگه بحق فلان. و کذا بحق انبیائک و اولیاءک. در چی است؟ در فتاوای هندی. فتاوای هندی است، فتاوای علمای احناف است. و یکره و مکروه است ان یقول فی دعایه بحق فلان و کذا بحق انبیائک و اولیاءک او بحق رسولک او بحق البیت او المشعر الحرام.
میگه مکروه هست که در دعای خود بگه به حق فلان شخص یا به حق انبیایت یا به حق اولیایت یا به حق رسولایت یا به حق بیت الله یا به حق مشعر الحرام. میگه چرا یا مکروه است؟ لانه لا حق للمخلوق علی الله تعالی. میگه حق نیست برای مخلوق برای الله. کذا فی التبیین، میگه در کتاب تبیین یه هم گفته شده است. خب کتاب شرح عقیده طحاویه که از کتاب مهم عقیده در نزد احناف است، ای چی میگه؟ میگه فإن الداعی تارة یقول بحق نبیک او بحق فلان یقسم علی الله باحد مخلوقاته فهذا محظور من وجهین. میگه اگه میگه ای به دو شکل این ناروا هست. احدهما، قسم اول چی است؟ انه اقسم بغیر الله، اول او چی کرده؟ قسم به غیر الله خورده. و الثانی، دومی چیز؟ اعتقاده ان لاحد علی الله حقا. میگه عقیده کرده که یک مخلوق سر الله چی داره؟ حق داره. میگه از دو جهتی محظور سی گپ باید نزنیم. خب اینال میگه کسی بالای الله حق نداره مگر آن حقی که الله خودش بر مخلوقات خود بیان کرده. چی گفته؟ مثلا ایده نص ثابت است و کان حقا علینا نصر المؤمنین. ایده میگه گفته الله. ایده میگه فکرتان باشه که یعنی به این عقیده باشیم که اول قسم دادن الله ناروا هست، دوم به این عقیده باشیم که کس سر الله حق نداره. لکن استثناء وقتی که الله بعضی چیزایی رو در قرآن یا در احادیث آمده وقتی که خودش گفته او را ما قبول داریم. مثلا چی گفته؟ در این آیت شریف گفته و کان حقا علینا نصر المؤمنین. در حدیث شریف چی گفته؟ گفت ای معاذ آیا میدانی که حق الله بر بندگان چیست؟ معاذ میگوید که من گفتم الله و سبحانه تعالی و رسولش بهتر میدن. رسول الله صلی میگه فرمود حق الله بر بندگانش این است که او را عبادت کنند و به هیچ چیز را هیچ چیز را شریک نسازند. آیا میدانی که حق بندگان وقتی که کردن بر الله چی است؟ گفتم قلت الله و رسول اعلم. گفت حقشان بالای او این است که آنان را تعذیب نکند. امام ابوالعز حنفی چی میگه سر از این میگه فهذا حق وجب بکلماته التامه و وعده الصادق. میگه این حق است که مثلا الله با کلام خود و رسولش بیان کرده. لا ان العبد نفسه مستحق علی الله شیئا. اینه میگه وقتی که الله گفته این معنی نمیده که بنده سر الله حق داره. کما یکون للمخلوق، مثل که یک مخلوق بالای مخلوق دیگه حق داره، یک مخلوق سر یک مخلوق دیگه حق داره. اما میگه این معنی زیر نمیده که چی است؟ که مخلوق سر الله حق داشته باشه. اما این که الله سبحانه و تعالی با امی بزرگی و عظمت خود این تو یک چیز یک حق را گفته، این میگه منصوص است، تنها این در این قسمت قبول میکنیم. خب در جای علامه ابن عز حنفی میگه در دعا آمده اسألک به حق ممشای هذا و به حق السائلین علیک. میگه علامه ابن اعتراض میگه در اینجا وارد میشه که اگه گفته شد که فرق بین این سخن که به حق السائلین، یک نفر میگه پروردگارا ما به حق سوال کنندگان یعنی کسایی که تو رو سوال میکنن، پس میگه برازی بگیم و در میان به حق نبی که میگه در بین از چی فرق است؟ فالجواب میگه جواب اوتر است که ان معنی قوله به حق السائلین علیک انک وعدت السائلین بالاجابه. میگه وقتی که در این دعا آمده در حدیث که به حق السائلین، به حق سوال کنندگان و به حق، میگه و اینجا گفت که به حق سوال کنندگان، میگه اینجا اینطور گفته و خیلی چرا باز گفته نمیتونه که به حق پیغمبران؟ میگه نه، فرق از بین ازی و ازی جمله. در این جمله اول وقتی که میگه به حق السائلین علیک معنیش چی است؟ که برای الله میگه پروردگارا تو وعده کردی که کسایی که سوال میکنن دعا میکنن اونا رو چی میکنی؟ دعایشون قبول میکنیم. و برش میگه پروردگارا من هم از جمله کی هستم؟ امی سوال کننده ها هستم. یعنی پروردگار تو وعده کردی که هر کسی از تو سوال کنه دعا بکنه دعایش قبول میکنی و من هم از جمله کی هستم؟ امی کسایی که حالا بر تو سوال میکنم. فعجب دعایی، پس دعای من هم چی کو پروردگارا قبول کن. معنی دیگه پتر است بخلاف قوله به حق فلان. میگه این به حق فلان شخص میگه به او ارتباط نداره. فان فلانا و ان کان له حق علی الله بوعده الصادق. میگه اگرچه همون شخص همون پیغمبر
سر الله حق داره که مثلا برش وعده کرده، فلا مناسبت بین ذلك و بین دعای هذا السائل. پس الله مثلا یک حقی برای پیغمبر داده، آل تو که میگی به حق پیغمبر، اونجا در جمله سوال کننده ها تو هم بودی، اما در حق پیغمبر تو شامل نیستی. او خود حق پیغمبر است. تو چطور میگی به حق از او پیغمبر برای ما بده؟ مثل که پیش یک نفر بری بگوی پیسان تو 500 روپیه از فهیم قرضدار هستی؟ ها؟ بده 500 روپیه برای من. اون نفر میگه من 500 روپیه برای کیف قرضدار هستم؟ از فهیم قرضدار هستم. پس من پیسه رو برای فهیم میدم. آلو حقی که مثلا الله برای پیغمبر داده، تو چرا به او حق خود داخل میکنی؟ متوجه شدین گپایشونه؟ یعنی علما تو دقیق نقطه قضاهای اعتقادی رو بر ما بیان کردن، هیچ چیز نماندن. ما اگر حوصله کم داشته باشیم، یا را بخاریم و سر از یا تحلیل بکنیم و عقیده خدا جور بکنیم. این نیست اهمیت درس عقیده که آدم سخنای علمای بزرگ بفهمه و به او چیز کنه. اما این که مثلا احساساتی، والا من مسلمان هستم، والا من از پدر مسلمان هستم، والا به نظر من این پروا نداره، والا به نظر من او که تو گفتی ایرام گفتم میتونیم. اما اگر او تو بگویم که مثلا استاد کوثر گفت که من بر کل تان در جمعه آینده انگور میارم، اونجا هر کس میتونه که بده حق انگور مرام. صحیح است؟ فهمیدین یا نه؟ به حق سائلین کلگی شریک شد، سوالگر. تو هم در جمله می سوال کننده هستی، اما به حق نبی تو شریک نیستی. چرا؟ حق نبی حق خاص از اوست، تو چرا خدا او شریک میکنی؟ این نقاط دقیق اعتقادی رو بسیاری کسا متاسفانه نمیفهمن. خب این عالم بزرگ اینمی قسم چی میکنه؟ و فلا مناسبت بین ذلك و من دعای هذا السائل فاكنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين عجب دعای و ای مناسبت. مثلا یک نفر میگه پروردگار فلان نفر از شخصای صالح تو است، دعای مرا قبول کن. او صالح است، دعای تو را قبول کنه. فهمیدین یعنی؟ اما اگه تو میگی که من هم دعا میکنم پروردگار من در جمله اینمی دعا کننده هستم، دعای مرا هم قبول کن، این درست است. اما اگر میگی که نه فلان شخص خوب آدم است، او خوب آدم است، خود دعای مرا قبول کن، این به حق نبی که است. میگه انت یک معنا میته که نبی خوب آدم است، دعای من. تو در جمله سوالگرا خود داخل کن، بگو استاد تو پروردگار هر کسی که تو رو سوال میکنه و توبه میکنه و استغفار میکنه و تو چی میگی؟ تو وعده کردی که اونا رو چی میکنی؟ دعایشون قبول میکنی. پروردگار دعای مرا قبول کن. تو این جمله چی هستی؟ شامل هستی. این یعنی چیزایی است از علامه ابن ابی العز حنفی، خود الله سرش رحم بکنه، چندین قرن قبل این ما را از بسیار مشکلات خلاص کردن. خب اینجا باز علامه ابن ابی العز حنفی چی میگه؟ میگه و تارتن یقول، بعضی اوقات یک شخص میگه به جاه فلان، به جاه و منزلت فلان شخص میگه دعا میکنه، به جاه فلان اندک یقول نتوسل علیک بانبیائک و رسولک و اولیائک. سکیرم دقیق میگن و مراده ان فلان عندك ذو وجاهه، میگه مقصدش چیه است که پیش تو مقام داره، شرف داره و منزله داره. فاجب دعانا، پس دعای ما را قبول کن. علامه ابی العز حنفی میگه و هذا ایضا محظور، ای که به جاهش بگویی این هم چی هست؟ به جاهش و به مکانتش و به مقامش و به عزتش، میگه این هم محظور است، یعنی ممنوع است، این درست نیست. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابه يفعلونه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه. میگه این کار مشروع می بود، صحابه کرام این میکردن بعد از مرگش. و انما كانوا يتوسلون، میگه این صحابه نکرده و توسل فی حیاته بدعائه، میگه اونا در زندگی رسول الله صلی الله علیه و با دعایش توسل میکردن. یطلبون منه ان يدعو لهم، در زندگیش میگه طلب میکنن برشان دعا بکنن. و هم یؤمنون علی دعائه، باز این صحابه چی میکردن؟ یؤمنون یعنی آمین میگفتن به دعای رسول الله اکرم صلی الله علیه و سلم. کما فی الاستسقاء و غیره، مثل که در نماز استسقا وقت فلما مات صلی الله علیه و سلم، میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات نمود، قال عمر رضی الله عنه لما خرجوا یستسقون، میگه از همین خاطر عمر رضی الله عنه وقتی که اینا بیرون رفتن استسقا میکردن، اللهم انا كنا اذا اجدبنا، میگه برشان که ای پروردگار هر وقتی که سر ما یک سختی و خشکی یا میمد، نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، ما توسل میکردیم به پیغمبر خود، یعنی او دعا میکرد ما آمین میگفتیم، تو برای ما چی میکردی و اجابت میکردی. و انا نتوسل الیک بعم نبینا، آلی چی میکنیم؟ توسل به کی میکنیم؟ به کاکای پیغمبر ما که عباس رضی الله عنه است. معناه ای علامه ابن ابی العز حنفی، متوجه هستین؟
من زیادتر دیده چرا میگم حنفی دانم پاره کرده حنفی به خاطر که از اکثر مشکلات ایدگاه سر بسیار کسایی که خدا به احناف نسبت میتن که من حنفی هستم. یک جایی رفتیم یک کسی یک چپن کونی چتل قور زدهش همین سر خودم یک هفته نشدم تا پلته شده. من خیستم همه تو سر یک مسئله سرزنم شد گفتم برادر همین الله که هست اونو ذات رقیب است که تو را مراقبت میکنن. در میرای شمالی که تیر میشین ساز چالان کردین باز وقتی کونجا رسیدن پیش زیارت همین کسته گل میکنین. اینجا رقیبی زیارت شد یا الله شد؟ اگه الله به عقیده تو رقیب مراقب تو باشه خب باید در اول سادگاه گل کنی. نه تو از الله نمیترسی، تو از زیارت زیاد میترسی. همین گپ این چپنکی صاحب خیز دیگه دم کلان یک مسجد است در کدام ولایت ما رفته بودم میگه ما حنفی هستیم تو تنک میپرسه. خب یعنی من گفتم حنفی هستی چی معنی؟ یعنی به امانای حنفی کل ما حنفی در فقه حنفی است پدر کلان اینو میاره خواندیم خیمانای عزیز که حنفی باشه. گفتم کاکا جان حنفی مثل تو تو قور زدگی نبود. امام صاحب ابو حنیفه مثل ما رو لوکس بود. امام صاحب ابو حنیفه ما یک وقت کتاجی صاحب برای الله شانیاتی هستن تک فروشی میکردیم یک چند وقت ما هم تجارت تکر دمی دکانداری کردیم. اینا گفتم ما در اونجا کار میکردیم. امام صاحب ابو حنیفه شاگردای خودم مصرف میداد. امام صاحب ابو حنیفه تجارت میکرد دکانداری میکرد. آدم بسیار پاک بود و همیشه سنت های رسول الله صلی الله علیه و تطبیق میکرد که مسلمان باید هفته یک مرتبه 2 مرتبه 3 مرتبه روزهای جمعه حتما اینا رو باید غسل بکنن. دیگه امام صاحب خود شخصیت است که ما رو شناختیم پاک صفا زیر ناخن طرف ناخنای تسیکو گردن تسیکو این مویای تسیکو این یا صاحب بر مردم امام صاحب تو نشان دادن بر مردم تو فکر میکنن که امام صاحب دیگه کدام آدمی بود که یک شاهزادانه بالا پوش پوشیدن و در پیش شاد شمشیره شیشه یک چلتارم در کله خود مانده باز مردم میاد نه خیر برعکس است. شخصیت امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه ما یک سمستر کامل در ماستری خواندیم. یک سمستر شخصیت از رو کاملا خواندیم. وقتی که شخصیت از رو بخوانی آنقدر او تواضع و اخلاص داشت که حتی وقتی که اجتهاد میکرد باز بر شاگردای خود میگفت که ما خود اجتهاد کردیم اذا صح الحدیث فهو مذهبی. وقتی که حدیث صحیح یافتی چرا که صحابه کلش من ندیدیم ملاقات نکردیم. امام صاحب در کجا بود؟ در کوفه بود. دیگه صحابه در کجا بودن؟ یک تعداد در کوفه بودن، یک تعداد در مدینه بودن، یک تعداد در مکه بودن، یک تعدادش حتی در خراسان افغانستان آمده بودن، یک تعدادش مثلا رفته بودن در مصر بودن، یک تعدادش در شام بودن، در فلسطین بودن، در سوریه، در این منطقه. پس امام صاحب گفت که او احادیثی که بر ما رسیده ما او را گرفتیم از او استفاده کردیم. او احادیثی که پیش ما تصحیح شده لکن پسان امو حدیث بر ما راوی رسیده ما فکر کردیم صحیح هست. تو حدیث صحیح دیگر یافتی این ضعیف بود. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. و اگر ما اجتهاد کردیم برای ما حدیث نرسیده ما اجتهاد کردیم وقتی که حدیث آمد اذا صح الحدیث فهو مذهبی. مثلا ما بر شما میگم شما از پیش یک سوال میکنین میگه استاد این مسئله چطور حساب میشه؟ ما براتون میگم والله به نظر من که میبینم اینی گپ اینی قسم میشه. جمعه آینده یک کس من میگه استاد ما سیدی تو رو شنیدم خود این تو اجتهاد کرده بودی در صحیح البخاری در صفحه چند حدیث چند حدیث آمدم مخالف آن چی که تو اجتهاد کردی. من برای چی میگم؟ نمیشه حدیث ترک و گپ مرا بگی. اگه من این گپ بزنم من گمراه هستم. من چی میگم؟ میگم اذا صح الحدیث اونو حدیث سید رسول الله صلی الله علیه و سلم که وحی است از جانب الله و اخلاصی که ما داریم اخلاص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به میلیون ها درجه از اخلاص ما کرده. چی بود؟ بلندتر بود و رتبهش هم بلند بود و مقامش هم بلند بود. او تابعی بود ما تابعی نیستیم. او در خیر القرون واقع است ما در شر القرون واقع هستیم. در وقت واقع هستیم که همو سرکسایی که اعتبار میکنیم که این بسیار خوب آدم است پیش از چه میگیم دیگه میگیم خود از او 16 جای پنچری داره. حدیث بر ما غلط ترجمه میکنن، آیت بر ما غلط ترجمه میکنن، آیت و حدیث به نفع کفار ترجمه میکنن. تولا عوضی که تولا به مسلمان ها بکنه و تبرع از کفار بکنه تولا با کی میکنه؟ دوستی با کی میکنه؟ با کفار و دشمنی. ما خدای نی حاصل قرار داریم. ما بسیار فتنه ما چی است؟
از فتنه های خطرناک. اونا خب در عصری بودن که اکثریت کامل از اونا اگر 2 منافق بود 98% مردم چی بودن؟ مخلص با ایمان. حالا در وقت ما کس چی است؟ برعکس است. اگر 2 مخلص میفی 98 تا منافق. این حال بذاری چی است؟ از این خاطر این حال او علمای محترم به این شکل چی کردن؟ تشریح کردن، توضیح کردن و هیچ چیزی از دین نگذاشتن. و در قسمت احادیث ضعیفی که در باب توسل وارد شدن، این انشاءالله در هفته آینده باز ما و احادیث جمع کردیم که استدلال میکنه بعضی کسا و بعضی احادیث و او احادیث. ببین برادرای محترم، در گرفتن حدیث بسیار محتاط باشید. لطفاً زود قول بر رسول الله صلی الله علیه و نسبت ندید. اگر حدیث میخواین بگیرین باید او حدیث صحیح بخاری و صحیح مسلم، علما میگن صحیح بخاری و صحیح مسلم که حدیث آمد ضرورت به تخریج نداره. مجرد گفتید فلانی حدیث صحیح بخاری است خلاص در صحیح مسلم است، اما در بقیه کل کتاب‌های حدیث یا متکل شد. در بقیه کل کتاب‌های حدیث وقتی که از ابو داود روایت میکنی، از ترمذی روایت میکنی، از ابن ماجه روایت میکنی، هر کتاب که گفته باید این تخریج شده باشد. تخریج چی معنی؟ که یکی از علمای حدیث شناس مسلکی گفته باشه که این حدیث چی است؟ صحیح. عمل مشکات المصابیح باز کنیم، شیخ ناصرالدین البانی رحمه الله احادیث رو تخریج کردن. برات میگه این حدیث صحیح است، این حدیث ضعیف است، این حدیث حتی موضوع است. کل زیر چی میکنه؟ بیان میکنه. پس ما در حدیث حق نداریم. حتی ما حق نداریم که حدیث از دل خود صحیح بگوییم. گپ ما صحیح نیست. گپ کی صحیح است؟ گپ عالم متخصص. از این خاطر در پانزه شریعت مثلا در حدیث کس از ما که قوی تر است و متخصص است و مسلکی است دکتر سیف عبدالباری حمیدی است. وقتی کدام حدیث ما پیدا نکنم، حالا الحمدلله مکتبه شامله هست و باید هر جوان مسلمان مکتبه شامله را داشته باشه. و اگر خواستین من مکتبه شامله را براتون در پروژکتور درس میدم، در همین جا اگر خواستین براتون درس میدم، یاد بگیرین. حداقل وقتی که حدیث میه پالیدنش هم میفهمی، همین که سهل کنیم باز اونجا تایار گفته دم زیرش ولو که عربی رو صحیح یادم نداشته باشی، حداقل هم حدیثی که متن نداشته باشی عاجل برای در مکتبه شامله میکشه و بیان میکنه که این حدیث فلانی عالم فلانی عالم فلانی عالمی که متخصص حدیث است اینا گفتن که حدیث چیست؟ ضعیف است. از این خاطر قبل از اینکه مکتبه شامله رو صحیح بلد نبودم، همین حدیث که پیشم پیدا میشد خودم هم مشکل داشتم. الله عفو میکنه. در سال اول که استاد بودم بعضی احادیث روایت میکردم نمیفهمیدم. پس آن وقتی که متوجه شدم باز میرفتم پیش دکتر صاحب عبدالباری باشم میگفتم دکتر صاحب این 3 حدیث است، امیر خیر لطف بکو برام تخریج بکو. باز او احادیث در ورق میبرد در خانه خود، باز 2 روز باش 3 روز باش بر من میاد، باز من میگفت که این حدیث صحیح است، این عالم گفته و این حدیث چی است؟ ضعیف است، این در کتابت نقل نکو. این حدیث ایش حدیث نیست، موضوع است، ساخته‌ای است. چرا؟ دروغ گفتن بالای پیغمبر، خود رسول الله میگه که دروغ گفتن بالای من مثل دروغ گفتن بالای یک شخص عادی نیست. چرا که اگر تو سر یک شخص اگر یک دروغ میگی که استاد دایی این تو گفت، خب استاد دایی خو یک آدم عادی هست، اما اگر میگی رسول الله صلی الله علیه و تو گفت، در اینجا بس تو چون سخن رسول الله وحی آسمانی است، یکی وحی خفی است یکی جلی. پس احادیث صحیح رسول الله وحی خفی است. این وقتی که اینو میگی در حقیقت وقتی که بی تفاوت هستی تو دروغ بر رسول الله گفتی.